خب خیلی به جلسه اول این دوره خوش اومدین. تو این جلسه یک مقدار بیشتر با بش و کامند لاین آشنا خواهیم شد و بعدش یک مقدار کمی راجع به فایل ها و جابجا شدن بین اونها صحبت میکنیم. خب همونطور که اشاره شد ما داریم گرافیکال یوزر اینترفیس و رابط کاربری گرافیکی رو کنار نمیگذاریم و صرفا داریم یک چیزی بهش اضافه میکنیم و شما توی لینوکس میتونید مثل اوبونتو، توزیع اوبونتو بهتر بگیم، میتونید هر چند تا کامند لاینی که خواستین، هر چند تا ترمینالی که خواستین باز بکنید و همین هم یکی از نقطه قوت‌های کاری که داریم میکنیم دیگه. مثلا شما میتونید 3 تا ترمینال باز بکنید و هر کدوم یک کار براتون انجام بده. مثلا حالا یک چیزی که جلوتر باهاش آشنا میشیم مانیوال پیج ها و یا اون دفترچه راهنما، مثلا یه ترمینال داشته باشین فقط توی این دفترچه راهنما بگردین، یه ترمینال دیگه داشته باشین که کارهای روزمره‌تون باهاش انجام بدین و غیره. خب کامند لاین چیه؟ محیطیه که یک اینترفیسیه، یک رابطیه، یک رابط کاربریه که بر پایه تکست بنا شده. شما عکس، گیف، پی دی اف توش نگاه نمی‌کنید، شما تکست نگاه می‌کنید، شما متن رو می‌بینید. شما یک کامند رو تایپ می‌کنید و با کیبوردتون این رو تایپ می‌کنید و یک فیدبکی از کامپیوتر به صورت تکست به شما نمایش داده میشه. این عکسی که الان روی صفحه می‌بینید یک نمایش از ترمینال هستش که دستور ls توش اجرا شده، یک فلگ -l بهش داده شده و در آخر یک آدرس بهش پاس شده و اینتر رو توی خط اول ما زدیم و از خط دوم تا پنجم یک سری اطلاعات، یک سری فیدبک از کامپیوتر دریافت کردیم و توی لاین 6 هم در واقع میگه که شما حالا میتونید برید و کامند بعدیتون رو بزنید. توی این توتوریال فرض میشه که شما دارید از بش استفاده میکنید. اگر لینوکس، اوبونتو، روی حالا سیستم عامل لینوکس و یا روی ماشین مجازی روی ویندوز کار میکنید احتمالاً دیفالت بش خواهید بود، اگر نه لطفا به بش تغییرش بدید. و اینکه اگر روی مک هستین، توی مک های جدید به ZSH دیفالتش تغییر کرده، میتونید از ستینگ اپ ترمینال تعیین بکنید که از چه در واقع از کدومش میخواید استفاده بکنید. ما از بش استفاده میکنیم که اینجا شما وقتی اینو به بش تغییر میدین، منوی بزرگ کنم راحت‌تر بشه دید، یک ارور دریافت خواهید کرد که از مک های جدید شما این دیفالت به ZSH تغییر کرده، لطفا اینو تغییرش بدین، ما باش کاری نداریم. اینم بگم که خب من توی زندگی روزمره از بش استفاده نمی کنم، از همون ZSH استفاده میکنم اگه درست تلفظش کرده باشم و تقریبا 99% کامنت ها دقیقا یکی خواهد بود، اما چون ما خواهیم 100% کامنت ها با توتوریال و همه با هم یک جور پیش بریم، اینجا ما توی این دوره با هم بش رو خواهیم دید. اینجا یک شورتکات میخوام بهتون یاد بدم. الان من حالا اینکه اینها چه دستوراتی هستن چیکار میکنن همه رو با هم میبینیم. صرفا یک دستوره که یک وریبل رو میخوایم برای ما چاپ بکنه، چه وریبلی هیست سایز که مخفف هیستوری سایز خواهد بود. اینجا من 500 نمایش داده میشه. در واقع 500 کامند قبلی که من تایپ کردم یادش میمونه. شما میتونید با دکمه های بالا و پایین روی کیبورد اون اروکی ها بین همه کامنت هایی که قبلا زدین جابجا بشین توی هر کدوم از ترمینال هاتون. خب دیگه تا الان ما محیط ترمینالمون رو داریم، ما حالا داریم، میدونیم که داریم با بش کار میکنیم، یه ترفند کوچیکی هم با هم دیدیم و از الان میتونم بهتون بگم که رسما دوره آموزشی شروع میشه. خب میخوایم بریم اولین کامند رو با هم دیگه یاد بگیریم. اولین کامندی که میخوایم یاد بگیریم pwd هستش. میخواد با هم بگیم ما کجاییم. خب ما مثلا یک فایل رو بخوایم کپی بکنیم، یک فایلی رو پیست بکنیم، چیزی رو جای قرار بدیم، جای یک فایل ایجاد بکنیم،
یا یک جایی بریم محتواش رو مشاهده بکنیم. همه اینها نیازمند این هستش که ما بتونیم به سیستم عامل بفهمونیم میخوایم کجا باشیم. الان من کجام؟ PWD که مخفف Print Working Directory هستش دقیقا این کار برای ما انجام میده. با هم ببینیم. من الان دستور PWD رو میزنم که میگه خب از روت همینا رو با هم بعدا میبینیم. بیا تو یوزرز، بعدش بیا توی ایلیا اسماعیلی. جزئیات این کاری که الان انجام میدم برای بعدا بمونه، اما من توی کاش بتونم درست بنویسم. من یک دستوری نوشتم و اینجا میخوام ببینم که الان کجام و میبینیم که از روت اومدیم تو یوزرز، اومدیم تو ایلیا اسماعیلی و توی دسکتاپ قرار داریم. پس اولین دستوری که یاد گرفتیم PWD یا Print Working Directory هستش. توی لینوکس و بش یک چیز خیلی جالبی که هست اینه که اکثر اوقات این کامنت ها همشون مخفف یک چیزی هستند و که بشه راحت‌تر حفظشون کرد. مثلا لازم نیست حفظ کنید PWD، صرفا Print Working Directory یادتون باشه، خیلی راحت میتونید این دستور رو استفاده بکنید. خب حالا که میدونیم کجاییم، حالا میخوایم ببینیم که اینجا چی هست. یک لیست میخوایم دریافت کنیم از چیزهایی که اینجایی که ما قرار داریم هست. از دستور ls که مخفف لیست هستش استفاده میکنیم. تو دسکتاپ من هیچی نیست. چقدر جالب. ما اینجا یک فولدر جدید به نام یوتیوب میسازیم. همه این کارها رو قرار ما بعدا با ترمینال بتونیم انجام بدیم، ولی الان برای راحتی کار اینجا یه فولدر لایک، یه فولدر اند، یه فولدر به نام سابسکرایب. احتمالا شما هم مثلا خوشحال نیستید که اینا به این حالت اینا رو تحت مثال داشته باشیم. حالا این رو من این گوشه قرار میدم و دوباره به ترمینال برمیگردیم. این رو این شکلی کنیم. حالا وقتی ls رو میزنم میگه که دایرکتوری یوتیوب برای ما توی دسکتاپ هستش. خب یاد گرفتیم که PWD هم به ما میگه که کجایی، میگه توی دسکتاپی، میگه چجوری داخل این فولدر بریم و به زودی میبینیم. ولی حالا با این دستور من میتونم محتویات توی پوش یوتیوب رو ببینم که میگه که لایک اند و سابسکرایب هستن که این کار انجام بدید به نظرم. و PWD هم بزنیم میگه که الان توی دسکتاپ توی فولدر یا توی بهتر بگیم این به بعد دایرکتوری یوتیوب هستیم. حالا توی جلسات بعد میبینیم که چرا دایرکتوری. خب میتونیم یک مقدار از ls قوی تر استفاده بکنیم. مثلا من مثلا به روت میرم که اینجا چیه، ما اینجا چی کار میکنیم، چی جوری جابجا شدم، فعلا جزو مباحث ما نیستش. اما من الان دیگه توی این آدرس نیستم، من الان توی دسکتاپ نیستم، اما میخوام از دور چیزهایی که توی دسکتاپ هستش رو ببینم. میتونم جلوی ls یک لوکیشن پاس بکنم که این لوکیشن رو من اینجا کپی گم شد، اینجا کپی میکنم، پیست میکنم. میبینیم که یوتیوب رو من تحویل میده. حالا جلوتر راجع به پف ها و این پف راه ها که میشه به یک لوکیشن رسید که اینها به صورت مطلق و یا به صورت نسبی یا ابسولوت و یا نسبیش چی میشد حالا ابسولوت یا ریلیتیو هستن. اینا رو همه رو با هم دیگه میبینیم که خیلی موضوعات جذابی هستش. تنها چیزی که منظورم بود که اشاره بکنم اینه که ls یک دستور قدرتمندتری از PWD هستش. PWD هیچ آرگومان آپشنالی نداره، صرفا میگه که کجا هستیم. من اینجا تایپ میکنم میگه که شما توی روت هستیم. حالا اینکه این چیه، روت چیه، ما کجاییم، همه رو جلوتر میبینیم توی جلسات آینده.
اما ls یک مقدار قوی تره که به صورت آپشنال شما میتونید جلوش یک پف پاس بکنید و بهتون بگه که اونجا چه خبره، لیستی از اونجا بهتون میده. در واقع لازم نیست ما یه جا باشیم تا بتونیم لیستشو ببینیم، میتونیم از دور لیست اتفاقاتی که اونجا میفته رو ببینیم. اوکی. و این دستوری که الان روی صفحه مشاهده میکنید در واقع کامند ls رو توضیح میده که میبینیم یک سری نوشته لوکیشن و توی براکت قرار داره. گفته بودم که براکت یعنی که اختیاری هستش و میتونیم بیادم این براکت رو میتونیم اون چیزی که داخلش مثلا اینجا لوکیشن هر میتونیم بذاریم، میتونیم نذاریم، کاملا آپشنال هستش و در دو حالت هم کامند کار میکنه. اما اگر بخوایم استفاده بهتری از کامند داشته باشیم میتونیم این چیزهای آپشنال هم بهش پاس بکنیم. یک مثال با هم میبینیم از رایان. یه ls داریم که یعنی فولدر یا دایرکتوری بین. فعلا من از لفظ فولدر هم استفاده میکنم تا به بحث فایل برسیم برای اینکه براتون یک مقدار عجیب غریب نباشه. یعنی داکیومنتس یعنی public underline html داریم، یعنی ls-l زده شده که الان میتونید ببینید که خب پس من یک سری فلگ ها و یک سری آرگومان های آپشنال دیگه هم میتونم داشته باشم. من الان ls رو که میزنم ld نه ls میدونم اشتباه بزنم ls رو که میزنم به این صورت این لیستی از چیزهایی که من اینجا هستم، یعنی توی اینجا هستم رو به من تحویل میده. و میدونیم که اگر ls بزنیم و من توی روت هستم، روت رو با این اسلش نشون میدیم. ls اسلش اگر بزنم باز دقیقا همون خروجی رو خواهم گرفت. اما اگر ls-l رو بزنم، ls-l یک لیست به ما تحویل میده اما یک مقدار با اطلاعات بیشتری. اینجا ما اینکه کی مودیفای شدن اسمشون رو میتونیم ببینیم، حجمشون رو میتونیم ببینیم و سطح دسترسیشون رو که جلوتر باشون آشنا خواهیم شد. یا مثلا میتونم ls-l-m رو فراخوانی بکنم، یا میتونم ls-l-h رو فراخوانی بکنم. این h یعنی human readable. human readable یعنی که به جای اینکه حجماش رو اینجوری به ما تحویل بده، به صورت بایت یا بیت یا مثلا کیلوبایت کیلوبیت اینها رو خیلی بهتر و جوری که انسان میتونه راحت بخونه تحویل میده. میتونیم این به اینا میگن فلگ. میتونیم این فلگ ها رو با هم ترکیب بکنیم. -l خب اینجوری به صورت لیست تحویل میداد، -h human readable میکرد. و اگر من -lh رو صدا بکنم دقیقاً همین رو به من تحویل خواهد داد، یا -hl ترتیبش هم فرقی نمیکنه. دیگه هم که همینجا میخوام بهتون بگم اینه که مثلا من حالا به هر نحوی وارد دسکتاپ میشم، دستم خورد، خب من وارد دسکتاپ شدم، جزئیاتش رو بعدا خواهیم دید، کاری باش نداریم. اینجا باز هم با جزئیات این کار کاری نداریم. من یک دیرکتوری هیدن میسازم و اینجا من اگه ls رو بخونم فقط یوتیوب رو خواهیم داشت. اما اگه ls-r رو بخونم این نقطه A رو هم میبینم. خب یک چیز دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم، ترمینال رو دوباره تا اینجا داشته باشیم، با ترمینال خداحافظی کردیم. خب سلام دوباره بزرگش بکنیم. اینجا من روی سیستم لینوکس نیستم و حالا ما توی دسکتاپ هستیم. ls رو که میزنم فقط یوتیوب میاد و حالا اون دیرکتوری هیدنی که ساختم با ls-a که مخفف all هستش با هم ببینیم. یعنی ls-a با آی بزرگ هم داریم که میبینیم همین هاست و صرفا این دوتا
از ما جمع خدافظی کردن که با اینها هم بیشتر آشنا خواهیم شد. اما توی لینوکس میتونید شما یه همچین دستوری هم داشته باشید که در واقع ls-all هستش که دقیقاً مساوی ls-a عمل میکنه و این shorten ورژنش هستش. چرا بهتر از این shorten ورژن ها استفاده بکنیم؟ به خاطر اینکه مثلا ls این رو به ما تحویل میداد، ls-l که یک لیست بهتری به ما میداد اینجوری به ما تحویل میداد و -h human readableش میکنه. میتونستیم اینا رو ترکیب بکنیم و lh داشته باشیم، اما نمیتونیم مثلا -all بعد پشتش مثلا human readable مثلا. همچین چیزهایی خب غیر منطقیه، اما میتونیم این در واقع shorten ورژن ها رو با هم ترکیب بکنیم. خب به ادامه مثالی که میدیدیم بپردازیم. خط اول رو دیدیم که لیست به ما تحویل داده. خط چهارم -l که این لیست دقیق تر با سطح دسترسی ها، تاریخی که ساخته شده و غیره به ما داده. ls/etc رو میبینیم که خب این اسلش میدونیم که روت هستش و ما توی روت اگر بریم با جزئیات رفتن به روت کاری نداریم. خب همونطور که میدونیم من استفاده میکنم دستور کلیر هم گوشه ذهنتون داشته باشه خوبه. ترمینال رو براتون ترتمیز میکنه که راحت بتونید کار بکنید. خب من اینجا توی روت ls بزنم میبینید که اینا هستش و یکی از این فولدرها این etc اینجا هستش که خب ما اینجا با جلوی ls آدرس /etc رو پاس میکنیم و جلوش به ما یک سری چیز تحویل میده که کاری باشون کلیر هم درست نمیشه و این سه نقطه هم یعنی خب یه سری چیزای دیگه هم که مثل همینی که ما دیدیم تحویل میده و غیره. خب این مثال تمام شد. بریم با هم ما راجع به پف ها صحبت بکنیم. بعد این قسمت پف ها احتمالا این ویدیو به اتمام میرسه، اما این قسمت رو حتما خیلی خیلی خوب و دقیق گوش بکنید چون که خیلی موضوع مهمی هستش. خب ما هر فایلی، هر دیرکتوری و صرفا هر چیزی که داریم باش کار میکنیم توی کامند لاین باید یک جوری بفهمونیم که این کجاست و در واقع ما هیچ وقت داریم با یک فایل کار نمیکنیم. در واقع همیشه یک اشارهگری به این فایل که خب اون پف و اون راهی که به اون فایل میتونیم برسیم رو به کامند لاین میدیم و اون میره اونجا و اون رو میگرده و پیداش میکنه. پس پف خب خیلی مهمه چون هر جایی بخوایم بریم به اینا نیاز داریم. ما دو جور پف داریم، پف های ابسولوت یا پف های ریلیتیو که معنی فارسیشون ابسولوت خب میشه اون مطلق یا ریلیتیو یا نسبی خواهیم داشت که الان میخوایم بیشتر راجبشون صحبت بکنیم که اینا چی هستن. خب ما میتونیم هر وقت خواستیم از آدرس ها و پف های مطلق و یا ابسولوت یا از آدرس ها و یا پف های ریلیتیو یا نسبی استفاده بکنیم و در جفت حالت سیستم عامل به همونجا میرسیم. خیلی راحت میشه اینا هم تشخیص داد. ابسولوت ها و یا مطلق ها با یه دونه اسلش شروع میشن و در واقع به نسبت روت هستن و نسبی ها به نسبت جایی که خودمون هستن و با یه اسلش شروع نمیشن. این مثال رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. pwd/home/ryan هستش، یعنی ls documents زدیم، فایل 1.txt تا فایل 3.txt رو به ما تحویل داده و یا ls-home-ryan-documents دقیقا همین رو به ما تحویل داده چون میتونستیم جلوی ls یک آدرس پاس بکنیم. میدونیم که این آدرسی که پاس میشه آپشنال هستش و میتونه مطلق و یا نسبی باشه. خب ما یک سری کلید واژه داریم که اینها رو میخوایم با هم دیگه ببینیم. خب
این چیزهایی که میخوایم با هم ببینیم یه نه تیلدا هستش و با دسترس سیدی جلوتر بیشتر آشنا میشیم، ولی برای همونطور که حد زدین قطعا دارم باش جا به جا میشه. این آیه با کلا یا این تیلدایی که ما اینجا داریم در واقع هوم دیرکتوری ما هستش و من اینجا اگر pwd بزنم که من کجام، ما رو تا این یوزر نیممون که ایلی اسماعیلی هست میاره. یعنی دات داریم که در واقع اگر من این دستور رو بزنم و به دات جا به جا بشم و ما ls که نه pwd یعنی print working directory رو فراخوانی بکنم، همون نتیجه گرفتم. یعنی چی؟ دات یعنی همین جایی که هستم و دوتا دات یا دات ما رو به دیرکتوری قبلی اون میبره. همینجوری که احتمال حد زدین ما توی users/eliasmaili هستیم و بعد از فراخوانی pwd/users خواهیم بود که همین نجارم دیدیم. اما اگر من دوباره به اینجا برم میتونم یه همچین دستوری رو فراخوانی بکنم. یعنی چی؟ یعنی که الان گفتم ما یه سری قطعه داریم کنار هم میذاریم، اینو من اگه بخونم و pwd کنم دوتا میام عقب، هم از ایلی اسماعیلی اومدم عقب هم از یوزرز اومدم عقب. چرا؟ چون که این یعنی قبلیش اسلش دوباره قبلیش، در واقع این دوتا قبلیش، پس دوباره اومدیم عقب و به روت رسیدیم. پس الان داریم میبینیم که یه ذره بیشتر داریم با این پف ها با هم آشنا میشیم. این مثالی که روی صفحه میبینید به ما میگه که خب یعنی pwd داریم /home/ryan همون هوم دیرکتوری اون اصلش که اینجا داکیومنتس رو یه بار ls کرده بودیم و دیده بودیم فایل 1 و 2 3 توشه. اگه من اگه ls tilde /documents بزنم در واقع از هوم که همون رایان هستش به داکیومنتس رو اومدم و ls زدم که این فایل ها توش خواهد بود. اگر ls./documents بزنم خب دات یعنی همین جایی که هستم. خب من الان توی هوم دیرکتوری هستم، پس .documents با دستور قبلی هیچ فرقی نمیکنه، همون خروجی رو خواهیم داشت. و اگه ls /home/ryan تا اینجا یعنی کلا به آخر یوزرنیم که میرسیم میتونیم با اون تیلدا جایگزین بکنیم، پس با دستورات قبلی باز یکی خواهیم بود. یه ls دو نقطه زده که دوبار ما رو عقب آورده، یعنی ls اسلش زده که در واقع میخواد ببینه توی روتش چیه. توی این عکس هم تو که مشاهده میکنید اینجا روت هستش و این دیرکتوری های زیرش هستن. من اگه اینجا ls بزنم میبینیم که تقریبا یه همچین خروجی شبیه به همینی که اینجا هست. هوم رو داریم، تمپ رو داریم، یوزر رو داریم، اتسترا رو داریم، بین رو داریم. و اگر من اینو بیام بر پایین میبینیم که یوزر رو اینجا داریم، تمپ رو داریم، اتسترا رو داریم، لیب رو داریم، هوم رو داریم و غیره. خب حالا که با این مثال هم بیشتر آشنا شدیم، بیایم یک ذره راجع به CD که تا الان کلی دیدیمش با هم صحبت بکنیم. CD مخفف هستش change directory که میتونیم راحت‌تر حفظ بکنیم. و اینکه ما الان میدونیم که خب من اگه بخوام به هوم دیرکتوریم برم و ببینم که کجا، میرم توی هوم دیرکتوریم هستم. یه ls اگر بزنم الان یک ذره داریم با ترمینال بیشتر کار میکنیم، میتونم ببینم که چه دیرکتوری داخلش هستش. میتونم داخل دسکتاپ برم و یه pwd بزنم و باز میتونم ببینم که print working directory برام چاپ میکنه، ببینم کجا هستم. ls بزنم یوتیوب برام میاد، میتونم داخل یوتیوب برم. ls بزنم اینها اند و لایک و سابسکرایب که اگه هنوز انجام ندادین این کار انجام بدین. و اگر cd بدون هیچ چیزی بخونم من رو تا تیلدا میاره. در واقع یک بار دیگه من مثلا به دسکتاپ برم، الان یه pwd بزنم اینم که تا تیلدا من آورد. یه بار بریم به دسکتاپ، پرمیشن دیناید ندی کاش باش، دستی میریم به دسکتاپ. اینجا من pwd بزنم تو دسکتاپ خواهم بود و cd تیلدا بزنم باز
pwd بزنم منو توی هوم میاره. پس دو جور میتونیم به هوم دیرکتوری برسیم، با cd تیلدا یا cd آی با کلا یا cd خالی. صرفا اگر به cd هیچی پاس نکنیم یک شورتکاتیه که میتونه یک مقدار سریعترتون بکنه، اما باز من بعضا با این تیلدا بیشتر حال میکنم. پس ما داریم الان چنج دیرکتوری رو میبینیم، هم داریم میتونیم که بهش لوکیشن های ابسولوت و یا کامل پاس بکنیم، مثلا cd/ که ما رو یک راست به روت میرسونه. خب پفایی که با اسلش شروع میشن پفای ابسولوت هستن که به نسبت روت خواهند بود. اینکه اینا چی هستن توی فایل، توی ویدیو، تو فایل ویدیو نه، توی ویدیو فایل خواهیم دید و ما اینجا توی روت هستیم. خب باز یک مثال دیگه یک صفحه با هم مشاهده میکنیم. خب pwd توی الان /home/ryan یا تو همون هوم دایرکتوری هستیم. cd یا change دایرکتوری کردیم به documents، یه ls زدیم ببینیم اینجا چه خبره. cd کردیم به دوباره روت، pwd زدیم، ls زدیم ببینیم چه خبره. cd کردیم و این دفعه با تیلدا /documents رفتیم، یعنی از هوم یه راست به documents رفتیم. یک ترکیب الان باحالی شد، یه قسمتیشو از تیلدا استفاده کردیم، pwd زدیم، cd دو نقطه گفتیم دوبار به عقب برمیگردیم و الان pwd زدیم و از documents اومدیم عقب و رایان اومدیم عقب و به هوم رسیدیم. cd خالی ما رو به هوم دیرکتوری یا تیلدا میبره. یک چیزی هم که اشاره کنم اینه که الان مثلا من میدونم که اگه به اینجا برم و ls بزنم این ها توش هستش. مثلا من میخوام cd بکنم به development، یه dev می نویسم و دکمه تب رو فشار میدم و بقیهش رو بر اساس اینها حدس میزنم. خب اما اگر من به عقب برگردم و cd d o بزنم میبینیم که هم documents هم downloads با دی او شروع میشن. جفتشون رو به من نشون میده. میتونم یه حرف دیگه از هر کدوم بنویسم، سی کوچیک رو بنویسم، تپ میزنم میفهمم که منظورم documents بوده و میتونم به داخل documents بیام. یه چیزایی که توی این جلسه یاد گرفتیم، راجع به پف ها صحبت کردیم، راجع به پف های ابسولوت و پف های ریلیتیو صحبت کردیم. پف های ابسولوت میتونستن از نسبت به روت بودن، نسبت به اسلش بودن، بیشتر راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. پف های ریلیتیو پف های نسبی بودن نسبت به جایی که ما قرار داریم. ما کجاییم؟ توی دات قرار داریم، دات اسلش یه چیزی یا مثلا دو نقطه ما رو به فولدر قبلیمون یا دیرکتوری قبلیمون میبرد. cd یا change دیرکتوری آشنا شدیم که میتونستیم جاش جابجا بشیم. ls یا لیست کردن آشنا شدیم با یک سری فلگ هایی که برای ls هست، میشه -l که یک اطلاعات بیشتری میداد، -h که هیومن ریدبل میکرد آشنا شدیم و با pwd که print working directory بود آشنا شدیم که الان میتونید همه رو یک صفحه ببینید. برای اکتیویتی ها یک سری تمرین هست که الان روی صفحه باز دارید مشاهده میکنید. با اینها فکر بکنید و چیز خاصی که بخوایم با هم حل بکنیم نداره، ولی اگر شما با هر کدومش مشکلی دارید میتونید که توی کامنت ها بپرسید که جوابتون رو بدم بهتون. این هم از جلسه اول بود. هر گونه انتقاد و پیشنهاد و اینها داشتید میتونید در میون بگذارید یا ممنون که ویدیو تماشا کردید. پف های ریلیتیو که معنی فارسیشون ابسولوت خب میشه اون یادم رفت، یه دقیقه سرچ کنم. خب ما گوشی رفت، آدم گوشی رو بهتون نشون بدم.